بابایشان شما کی در مسجدتان امر معروف را سر میکنید؟ تا وقتی خدا خواسته باشه انشالله یه روز با کشاده میشود. خداوند خودش صاحب خانش است، باز امر معروف منم که نباشم با دیگران میکنن. اما انشالله من از این راه دعوت نمیگردم. مسجد هم که نباشه در مراسم ها صحبت میدامه دارم. در سایت اینترنتی من هر هفته یک بار 1 ساعت صحبت دارم. هیچگاه خدا خط ترک نشده است. شما اگر از مسجد نیابی از سایت اینترنتی صحبت های نوی من هر هفته میابی انشالله. خب سوال و جواباتون هم روان کنید. سوال و جواباتون در جواب میگیرید انشالله. اگر در خانه تاقی و کرتی آستین دراز باشد آنها را نمانده نماز خوانیم نماز درست است؟ آره درست است. نماز سریلی چند درست است. نماز به کرتی آستین کلتم درست است. اند شما نماز خوانی عزیزان من، هر حالت نماز خوانی خدا نماز شما را قبول میکنه. شرط نیست برای نماز کرتی آستین دار و جیلک یا تاقی. خدا نگهتان داره. شخصانی که گهواره بخش بعد از بلاغت رسیدن اگر راضی نباشند چگونه جدا میشوند؟ اگر پدر و مادر این کار کرده باشد جدا شده نمیتونند. مثلا من برای مثال میگم، شما همراه با دوستان خانه شما دختر شد، خانه برادرتان جورتان بچه شد. در همون 1 هفتگی یا ماهگیش یا 1 سالگیش شما گفته که من همین دختر من برای عروسی به بچه تو دادم، او جورتان قبول کرد. اینها بعد از کلان شدن دیگر حق جدا شدن ندارند. اینها زن شوهر هستند. نه این پدر میتونه دخترش شوهر تیه، نه این بچه میتونه که گو پدرش که من وی نمیگیرم، مگر اینکه طلاقش کند بعد جدا میشوند. تا طلاق نکنن جدا نمیشوند. زیرا این نکاح شد. پدر و مادر و بابا و ماما اگر این کار کرده باشن بعد از بلوغ اونها دیگه حق خوشان جدا کردن ندارن. اما اگر رفت و اکا کرده باشد، امکی کرده باشد، فسخ الصغیران حین بلغا او علما بالنکاح بعده میگه فقها. میتونن اونها وقتی که بالغ شود دخترچه فهمه که امکی من فلانی داده است یا اکام پدر و مادرش وفات کرد، گوید که نه من نمیگیرم الان، میتونن نگوید. اما پدر و مادر دادگی حق ندارن. بنابراین من از همه شما خواهش میکنم همین گهواره بخشان نکنیدان. زیرا امروز جامعه دیگر شده است. بچه و دخترها دیگر شدیان. شاید بعد از بالغ شدن او دختر گپی پدرش نمیگیره، یگان بچه دیگر دوست میدارد. شاید این بچه یگان دختر دیگر دوست میدارد و همین حیات اینها را نسوزانیدن میشن. اگر مبادا شده باشد تا بازم میگم بچه اگر طلاق نکند او دختر شوهر داده نمیتونه پدرش. با دختر با تلفن گپ زده امر معروف کنی، به ستر و حجاب دعوت کنی، 5 وقت نماز را در وقتش میخواندگی کنی، ثواب است. آره بسیار ثواب میگیری. اگر تو این هنر داشته باشی به تلفن هم گویی ما تو اجازت میدیم. همین دختره که به تلفن با شهوت نه پیش رو صحبت کن، نصیحت کن، دعوت کن، به تلفن هم اجازت هست عزیزان من. با طریق اولا با تلفن تو شیخ باشی، خدا نگه دارد عزیزی من. در آخر در حق خودم، عائله‌ام، در حق بچه‌های وخیا و در حق برادرم که به کسل روحی بیمار است دعا کنید تا خداوند اولا این دادر عزیز که مبتلا به کسل روحی شده است، خدایا غیر از تو شفا دهنده برای اینها دیگر کسی نیست و کسی هم این قدرت ندارد که جنها را از اونها دفع کند. خدایا شفای کامل نصیب گردان. و دیگر عزیزانی هم که به این کسلی خیشاشان و برادراشان امروز در بازار هم یک دادر با آب دیدن گریه کرد که خواهرم از اپم به کسل روحی گیره، تمام واسطه استفاده برده ناز نشده است. خدایا تو خود میدانی او کی است. به حق به این امسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و به حق آیه مبارکی که امن یکشف الضر امن یجیب المضطر و یکشف السوء، خدایا شفای کامل براش نصیب گردان. و دیگر بیمارا را هم بیمارای این کسانی که حضور دارند هر بیماری باشن خدا تا قادری شفای کامل نصیبشان گردان. خداوند شما را برادر عزیز، برادرای وخیا که خیلی جوانای با ایمان است نگهتان دارن. السلام علیکم. عمر عصر 21 اشان نورидinчон. نه ما خاک پای عمر میشیم. عمر از نام شیطان میتورید میگریخت. خداوند به گمان نیکتان شما را اجر دهد. ما یک بنده سر تا پا آلوده و گناهگار و ترسانچه که بزدلیم. آن چیزی که خدا از من میخواد من نمیتونم مورا عملی کنم رسانم، لیکن به قدر همت کوشش میکنم. یا الله عمر و خالد و عمر عبدالعزیز و صلاح الدین ایوبی ها را خدا یک بار دیگر در جامعه ما پیدا کنه، باز همون اصل طلای اسلام میشود.
علامه اقبال لاهوری خدا رحمت کنه میفرماید علامه اقبال خیلی برای اسلام دلش میسوخت وقتی که مغلوبیت اسلام و خارزاری مسلمان ها رو میدید، پراکندگی اونها رو میدید، دلش میسوخت و گریه میکرد. اشعار عاشقانه خودش میگفت. حضرت میگفت در مسلمان شأن محبوبی نماند. امروز مسلمان در هیچ جا محبوبیت ندارد، همینطور است، نه در وطن خود و نه در دیگر جا، هر کجا تحقیر میشنود. در مسلمان شأن محبوبی نماند. خالد و ایوب و فاروقی نماند. نه خالد ابن الولید موند، نه ایوب موند، صلاح الدین ایوبی، نه فاروق، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. خاک بطحا خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را از نو سرای. حضرت گریه میکنه که ای خاک بطحا، ای سرزمین مقدس مکه. بطحا گفته مکه رو میگن. باز عمری نو، باز خالدی نو برای ما تولد کن، به جامعه تقدیم کن که اسلام چون اسلام عصر محمدی دنیا ده باز رواج تینو پند کنند. یک دعای خیر کنید که محتاج به دعای خیر شما هستم تا که از کار نجات یابم. خداوند شما را دادر عزیز هر مقصودی که داره به مقصودتان رساند. السلام علیکم. بابایشان من زن سر دادم 3 طلاق. بابایشان پشیمانم، التماس روایتش گویید. خوب وقتی که روایت میخواهی طلاق 3 طلاقه باز پیش علما بیاییتان، علماها راهش مییابن برای شما. خوب همینجا باشی پیش من بیا، من تو رو بینم کی هستی، خواه فرد است خواه پس فردا، من برایت انشاءالله یک راهش مییابم. اول پرسم که چه حالت ده زنت سر داد. بنابراین از همه تان خواهش میکنیم عزیزان من، نام طلاق در زندگی عائلویتان استفاده نبرید. البته زنا شهواری جنجال دارد، اختلاف دارد، ناآرامی دارد، اما طلاق استفاده نبرید بچهای عزیز. طلاق عائله را ویران میکند، طلاق خانه تان کلید میکند، طلاق بچه ها تان صغیره میکند، طلاق عصباتان خراب میکند، بالای این طلاق اقتصادیاتان ضرر دارد. از همه تان خواهش میکنم که هرگز طلاق های بیجا را در زندگی برای همسراتان استفاده نبرید. پیغمبر خدا میگه ابغض الحلال الی الله الطلاق است. اگر بسیار که غضبتان آمد ناچار به طلاق شده، یک طلاق کنه. من این دادرگاه یک طلاق میکرد، امروز به سوال و به جواب همسرش میرفت میگرفت. اما 3 طلاق 100 طلاق 1000 طلاق عزیزان من این گناه است. آخر شما برای چی گناهی وزبین برداشتن میگیرید؟ تا توانی پا منه اندر طلاق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. خوب پیش من بیا، شاید امروز فرداست یا پیش داملا بیا برات یگان راه میابیم. لیکن بازم میگن توبه کن طلاق کنیرن. خوب نماز خانه من که بسر بشم اینا با یه وقتی دیگه انشاءالله اتری من داملا ازم اینه جواب شما میگه دعا کنیم پروردگار کسانی که زحمت کشیده این سوالا رو برای ما ارسال کردیم پروردگار همشان سلامت دارد و کسانی رو که خداوند بایگری داد، ثروت داد، البته از وجه حلال باشد. پولی که از حرام صرف است او زکات ندارد. مثلا یک کس کارخانه عرق براری دارد یا یک شخصی است که فقط خرید و فروش گراینده مشغول است، غیر او دیگر کسب ندارد، او صدها هزار دلار هم داشته باشد و این زکات نیست. زیرا خداوند زکات در مال حلال فرض کرده است. از درآمد سالانش از مجموعش 2.5% حق خداست، باید ادا کند. حجم برای ثروتمنداست، برای کسانی که بلیت سفر تا عربستان سعودی دارد و چند وقتی که در اونجا استقامت میکند، برای خوراک و برای جای خوابش و برای پوشاکش پول دارد و مدتی که در سفر حج است در اینجا خاندانش یعنی همسر و فرزنداش با نفقه خوب تأمین است، برای این آدم حج فرض است. نبر قرآن در پروردگار می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خداوند زیارت کردن خانه کعبه را فرض گردانید برای کسانی که رفتن به این سفر در شرایط دارند.
از این سبب کمبغل ها در حج فرض نیست. کسانی که روزگار خانهشان تأمین نیست برای اینها حج فرض نیست. اما هر مسلمان آرزو کند که خداوند به من اگر شرایط مهیا سازد، خداوند رزق من فراخ کند، صاحب بایگری و ثروت شوم، حتما این فریضه الهی را ادا میکنم. هر مسلمان با این نیت به خودش داشته باشد. خوب معلوم شد که حج پنجم رکن اسلام است. معنای حج چی؟ قصد کردن و زیارت کردن مکان مخصوص که مراد از این مکان خانه کعبه معظمه است. در وقت مخصوص، مراد از این وقت مخصوص کدام است؟ روز 9 ذوالحجه و 10 ذوالحجه که این دو روز فریضه های اساسی حج ادا می شود که 3 فرض دارد با طرز مخصوص. یعنی حج خود رکن های مخصوص دارد، آداب علاهده دارد. حاجی اگر این آداب های حج ادا نکند، 3 فرض دارد و 5 واجب دارد و چند سنت دارد، حجش درست نمی شود. از این سبب باید کسانی که به سفر حج می روند پیش از آمدنی وقتی سفر برای یاد گرفتن و تعلیم گرفتن آداب حج به کسانی که اهل علم هستند مراجعت کنند. خصوصا کسی که راهبر گروه هست پیش ایشان بیایند، آداب حج حتی الامکان این کس تکرار کنند، گویند 2 بار و 3 بار و 4 بار در ذهنشان جای گیرد. خوب انشاءالله. باز خوبیش دیگر اینجا که است امروز کتاب های زیادی هم دلیل الحاج هست، این راهنمای حاجی ها به خطی شاید روسی هم ترجمه شده باشد، کریلیقتی تاجیکی هم ترجمه شده باشد. بهترش همین کتاب ها را گیرند خوانند تا اینکه پیش از آن که به سفر حج می روند یک معلومات درباره حج و آداب حج و احکام حج داشته باشد. ما گفتیم حج این زیارت کردن خانه کعبه است. خانه کعبه کی بنا شد و او را کی بنا کرد؟ با فرمان کی؟ آیا او مثل دیگر خانه هاست؟ مثل دیگر مسجد هاست؟ البته نه. خانه کعبه چگونه که قرآن شاهدی به آن است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. اول خانه که در روی زمین برای عبادت جهانیان ساخته شد در شهر مکه است و نام این خانه خانه کعبه است. این شهر است، نام یکی از نامهای شهر مکه بکه هم هست. خداوند به خاطر آن بکته گفت که این شهر تمام شهرهای دیگر دنیا را گردنشان می شکند با خروج مهدی انشاءالله. خلاصه این خانه را ساختمانچیش کیست؟ مهندسش کیست؟ انجینرش کیست؟ و فرماندهش کیست؟ فرمانده این خانه الله رب العالمین است و مهندس او یعنی انجینر او جبرئیل امین است و ساختمانچی های او 2 پیغمبر مرسل، یکی ابراهیم یکی اسماعیل علی نبینا و علیهم الصلاة و السلام است. ببینید این خانه چی بزرگ است، با فرمان پروردگار ساخته شد. انجینر و مهندسش جبرئیل امین، ملائکه مقرب الهی که افضل ترین ملائکه هاست و ساختمانچیش دیوارگل و لایته و سنگمودش 2 پیغمبر مرسل، یکی ابوالانبیا حضرت ابراهیم بت شکن اول اسلام، دیگر فرزند عزیز او اسماعیل است. وقتی که ابراهیم با امر خدا این خانه را بنا کرد و ساخت و تیار کرد، بازگشتی به سوی شام کرد. اما خدا گفت ابراهیم خلیل من، اکنون این خانه من برای عبادت جهانیان تو ساختی، تیارش کردی، اکنون وظیفه دعوتی به سوی حج هم بر دوش توست. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، خدا در قرآن بیان میکنه تو بندگان من به زیارت این خانه دعوت کن. حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن خدایا این صدای من به کجا میرسه؟ او وقت سپوتنیک ها نبود، او وقت بست مباشر که پیام‌های ترنسلیت میگه شما اینه پخش مستقیم نبود. خدایا این تلفن های
گوشی نبود که به این لب و اون لب عالم صدا رسد. صدای من به کجا میرد خدایا؟ حضرت ابراهیم پیشگاه پروردگار در عذر خواهی کردند. خداوند گفت ابراهیم تو بالای این تپه برا، کوه ابو قبیس که کم پسترین تپه های شهر مکی مکرمه بود. خداوند این شهر همیشه عزت و شهرت و برکات عطا فرماید. بالای همون تپه برا، تو صدا کن، بندگان من به زیارت دعوت کن. رسانیدن صدای تو به گوش بندگان وظیفه من است. فهمیدی؟ همون خدایی که این موجه ها را امروز در اختیار سپوتنیک ها داد، در اختیار کشتی های کیهانی داد، در اختیار رادارها داد، در اختیار استانسیه ها داد، در اختیار آنتن های پرابلی داد، همش به واسطه موج است. خالق همون موجه ها به ابراهیم گفت که من صدای تو را با این موجه ها به واسطه سپوتنیک ها و به واسطه آنتن های پرابلی به گوش بندگانم در جهان میرسانم. تو غم این نخور. و اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا و علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. صدق الله العظیم. ابراهیم صدای خود بلند کن، به آواز فارم و شیرین خود بندگان من صدا کن، بیایم به خانه من زیارتش، از راه های دور و نزدیک، سوار و پیاده به حج بیایند. ابراهیم علی نبینا و علیه السلام بالای تپه برآمد، دست مبارک در گوش انداخت. صدا دور می رود. اگر گوشتان شما محکم کنه، ببینید بعضی قاری ها وقتی خواندن گوشاشون محکم میکنند به خاطری که صدا دور میرد. صدا کردن ایها الناس ان الله قد بنا لكم بیتا. ای مردمان، نگفتن ای تاجیکان، نگفتن ای عرب ها، نگفتن ای ترک ها، زیرا حضرت ابراهیم میدانستند که این اسلام دین خداست. تمام ملت های گوناگون دنیا این اسلام قبول میکنند. وقت ابراهیم میدانست که اندونزیا مسلمان میشد، وقت ابراهیم میدانست که مالزیا مسلمان میشد، وقت ابراهیم میدانست که در امریکای لاتینی در تمام دولتاش برزیل و امریکای جنوبی مسلمان ها هست. نو ایها الناس، ای مردمان گفت، نگو ای عرب ها، زیرا همه بندگان خدا برابرند در پیشگاه خدا. همه بندگان خدا با زیارت این خانه برابر حق دارند. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه او حق زیارت این خانه را دارد. ببینه وقتی که شما در حج باشه، در عرفات، در وقت طواف در گرد خانه کعبه، از تمام نقاط دنیا بندگان خدا را میبینی. هر کدام با آواز خود، با لغت خود، با صدای خود خدا را یاد میکند. سیاه ها را هم میبینه، میدهکا را هم میبینه، خیتای و مالزی و اندونزیا ها را، بوزبلاهای آسیا را هم میبینه، اروپایی ها را. هر کدامش به زبان خود لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة والملك لا شریک لک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. هر کدامش به صوت خودش لبیک میگه. خداوند به همه شما عزیزانی که اینجا هسته نصیب کند که این صدای فارمو در گرد بیت الله و در مینا و در عرفات گوید و دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام اجابت کنید. اللهم صل علی محمد و بارک وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله. خوب حضرت ابراهیم وظیفه خود اجرا کردند. خداوند صدای او را به گوش بندگانش رسانید و چه انسانهایی که آن زمان در روی زمین حیات داشتند و چه کسانی که از رحم مادر و از پشت پدر تا قیامت زنجیروار پی در پی به دنیا می آیند به گوش اونها رسانید.